سلام و خیلی ارادت خدمت شما همراهان ابزارمه. تو ویدیو قصد معرفی دریل گیربکسی توسن رو دارم با کد 2034 دی. یه دریل بسیار پرقدرت از یک موتور 1050 وات قدرت میگیره. این دریل گیربکسی هستش که یک اهرم داره اینجا که بین دو حالت گیربکس شما میتونید سویچ کنید. یه حالت با سرعت کم و قدرت بسیار بالا و دومی هم با سرعت بالا و قدرت کمتر میتونید روی این دریل استفاده کنید که حالا سویچ این حالت گیربکس هم از طریق این اهرم انجام میشه. بالای دریل هم یه اهرمی داره که برای حالت چکشی و حالت عادی هستش که این هم از طریق این اهرم شما میتونید بین حالت‌ها سویچ کنید. یه سه‌نظام 13 میلیمتر با کیفیت فلزی داره که آشار این سه‌نظام هم انتهای دریل روی سیمش قرار گرفته. وزن دستگاه یه مقدار بالاست به خاطر اون حجم موتوری که داره و گیربکسی که داره شامل میشه. چپگرد و راستگرد این محصول روی این قسمته. به این حالت شما میتونید بین حالت چپگرد و راستگرد سویچ کنید. کلید این دریل هم کلید دیمردار گازی هستش که با میزان فشار انگشت شما روی کلید شما میتونید سرعت گردش رو کنترل کنید. یه اهرم این قسمت هم داره که برای کنترل سرعت اجازه نمیده که بیشتر به عقب و عملا سرعت رو میاره پایین. قفل سویچ هم داره برای زمانی که شما بخواید اینو روی پایه یا حالا هر حالتی مداوم کار کنید دیگه این کلیدو که بگیرید لازم نیست انگشتتون رو روی کلید نگه دارید. با قفل با این اهرم میتونید قفلش کنید. یه دسته کمکی هم این دریل داره که میتونید روش نصب کنید به این صورت و حالا با دو دستتون همزمان از این محصول استفاده کنید. به خاطر وزن بالایی که داره این اهرم اکثرا استفاده میکنن. دوستان این محصول داره 1 سال گارانتی شرکت توسنه. حالا سوال پیش میاد که چرا اینجا نوشته 6 ماه. از سال 1403 به بعد تمامی محصولات توسن گارانتی هاشون به 1 سال ارتقا پیدا کرده که این گارانتی توسط ابزارمه برای شما صادر میشه و همراه محصول ارسال میشه. اطلاعات دقیق تر و همراه قیمت رو میتونید تو صفحه مربوط به این محصول تو سایت ابزارمه ببینید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.